بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما بینندگان عزیز، خوش آمدید به جهان امروز. در جهان امروز 4 پرونده رو واسه مهمان بررسی خواهیم کرد. نخست درباره افزایش تنش‌ها در شرق آسیا صحبت می‌کنیم، با افزایش تنش و دست کم درگیری لفظی که میان چین و ژاپن رو به شدت گرفتن با روی کار اومدن دولت جدید ژاپن، و بعد از اون درباره آخرین تحرکات رژیم صهیونیستی صحبت می‌کنیم، هم در واقع اتفاقاتی که در غزه داره میفته و هم تهدید جدیدی که علیه اردن انجام داده درباره قطع سهمیه آبشون، و در نهایت هم پروندهمون درباره سوریه هست. در سال روز به قدرت رسیدن هیئت حاکمه جدید سوریه و آقای جولانی شاهد اعتصاب علویان در سوریه هستیم. ببینیم که در سوریه چه خبره. خب در پرونده نخست جهان امروز درباره تنش‌ها در شرق آسیا صحبت می‌کنیم. همونطور که خدمتتون عرض کردم، به ویژه اتفاقی که میان چین و ژاپن افتاده و درگیری لفظی که داره تشدید میشه. در همین باره میخوام گفتگو بکنم با آقای دکتر حمید آخشته، کارشناس مسائل شرق آسیا و همچنین استاد دانشگاه که اینجا در استودیو جهان امروز با ما هستن. آقای دکتر خوش آمدید به جهان امروز. منم سلام و عرض ادب می‌کنم خدمت شما و یکایک مردم شریف ایران سلام. و همچنین همکاران عزیزتون در این برنامه. سلامت باشین. آقای دکتر، در روزهایی هستیم که به نظر میرسه که درگیری لفظی میان چین و ژاپن در حال تشدید شدن، با قدرت گرفتن دولت جدید ژاپن به نظر میرسه بیشتر هم شده. میتونیم که هم یه سابقه ای از این تنش‌های میان چین و ژاپن رو بررسی بکنیم؟ آیا الان اتفاق خاصی داره میفته؟ فراتر از انتظار هست؟ به چه صورت الان؟ خدمت شما عرض شود که همونجور که فرمودید، دقیقاً توی کنفرانس خبری که بین وزیر امور خارجه چین وانگی با وزیر امور خارجه آلمان برگزار شد، طرف چینی با اعلام مطلبی در راستای این که یک اقدام خطرناکی از جانب ژاپنی ها علیه مانور نظامی که در یکی از تنگه های میاکو در شرق خلیج ژاپن و چین در حال شکل گیری بود و نیروی دریاییشون داشت یک مانور نظامی از پیش اعلام شده ای رو انجام میداد، جنگنده هایی بلند شدن و این باعث شد که حالا طبق گفته ژاپنی ها